بیاین با هم با این موهای چتری میکاپ کنیم. من صورتمو شستم و اولین کار مرطوب کننده. چون الان شبه ضد آفتاب نمیزنم و مستقیم میرم سراغ کانسیلر. حالا همه اینا رو بلند میکنم. رژگونه مایع، تمام کرمایی که زدیم رو با پنکیک ست میکنیم. میریم سراغ ابرو. با ژل ابرومو فیکس میکنم. برای پشت پلکم یه رنگ ساده انتخاب میکنم اول و با این رنگ پشت چشممو ست میکنم. از توی این پلت نزدیکترین رنگی که به رنگ رژگونم بیاد و انتخاب میکنم که یه چیزی شبیه این هستش و اینو به صورت خیلی ساده میزنم پشت پلکم. میریم سراغ ریمل، رژگونه پودری. من یه کوچولو برانزر میزنم برای اینجای رستنگاه موهام و در آخر برای لبها میریم سراغ بالم لب. And that's it.